درود بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. امروز 6 ایول است و برنامه را من مومن احمدی با همکارانم در دوشنبه و پراگ تهیه کرده ایم. سرخط خبرهای روز. بر اساس قانون نوی عوف که به پیشواز 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان به تصویب رسید، بیش از 1000 زندانی از مؤسسه اصلاحی در ناحیه یاوان آزاد شدند. تا هنوز مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در مراسم ویدا با پدر، همسر و دخترش پیدا نشده است. صاحبکار و بلاگری شناخته ازبک باور دارد که اشتراک منتخب فوتبال ازبکستان در جام جهانی برای معرفی تمام ممالک منطقه آسیای مرکزی کمک می‌رساند. آرزویم این است که در هر کجای گویم که از ازبکستانم، مردم گوید که ما می‌دانیم ازبکستان در کجاست. بر اساس قانون نوی عوف روز 6 ایول بیش از 1000 زندانی را از یک مؤسسه اصلاحی وزارت عدلیه در ناحیه یاوان رها کردند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود ساکنان زیادی برای پیشواز نزدیکان آزاد شده خود رفتند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز دوشنبه از زندان نظامش عمومی رقم 3 در ناحیه یاوان 1120 نفر رها شده است. قانون درباره عوف روز 16 ایون از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا شد. بر اساس آن باید 18000 کس از زندان یا از جوابگری جنایی آزاد شوند. از زمان قبول قانون این اولین رهایی دست جمعی محکوم شدگان از یک زندانی تاجیکستان است. اما قانون عوف نسبت به بعضی از سیاستمداران و مخالفان و فعالان زندانی تطبیق نخواهد شد. کسانی که در حبس ابد هستند یا با عیبنامه خیانت به دولت و جنایت‌های دیگری وزنی که خودشان و نزدیکانشان به اساس می‌دانند در زندان قرار دارند. مراسم ویدا با رهبر پیشین ایران آیت الله علی خامنه‌ای و اهل خانواده‌اش که روز 3 ایول آغاز شد تا روز 9 ایول ادامه خواهد کرد. تا هنوز در این مراسم پسرش مجتبی خامنه‌ای که جایگزین او شده است شرکت نکرده است. همسر و دختر خردسال مجتبی خامنه‌ای نیز که با دیگر پیوندانش در حمله روز 28 فوریه اسرائیل و آمریکا کشته شده بودند به خاک سپرده می‌شوند. تفصیلات در گزارش خرامان بقازاده. در مراسم ویدا با رهبر پیشین ایران آیت الله علی خامنه‌ای که روز 6 ایول هم ادامه کرد، پسر او و رهبر کنونی جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای حضور نداشت. این در حالی است که 3 پسر دیگری و مصطفی، مسعود و میثم در مراسم اشتراک کردند. آنها در بیشتر از 4 ماه آخر بار اول در مظهر عام دیده شدند. علی خامنه‌ای روز 28 فوریه در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد. با اطلاع مطبوعات رسمی ایران، مراسم ویدا از 3 مرحله عبارت است. اول با رهبر پیشین علی خامنه‌ای، سپس با اعضای خانواده او، دختر کلینش زهرا حدادی عادل یعنی همسر مجتبی خامنه‌ای و دختر 14 ماهه او. مجتبی خامنه‌ای که او را مطبوعات رسمی آیت الله مینامد، بعد کشته شدن پدرش رهبری نو عالی این کشور اعلان شد. با وجود اینکه جایگزین مقام رهبری پیشین باید در صدر مراسم ویدا باشد، مجتبی خامنه‌ای در این معرکه دیده نشد. و از زمان حمله آمریکا و اسرائیل بیش از 4 ماه باز در مظهر عام پیدا نشده است و هم هیچ صدا یا نواری را از او نشر نکردند. این چیز سوال‌های را درباره وضع سلامتی و توانمندیش برای اجرای مسئولیت‌های رهبر عالی کشور ایجاد کرده است. احتمال مقامات در ایران حضور نیافتن رهبر عالی را در مراسم ویدا با پدرش به دلایل امنیتی ربط می‌دهند، اما ناظران مشاهده کردند که تقریباً همه رهبران بلند مقام در این مراسم بودند و حکومت تمامی چاره‌ها را برای تأمین امنیت آنها فراهم آورد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران، اینچنین تمامی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبران دیگر نظامی در این مراسم اشتراک کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 3 ایول به تهران 1 هفته وقت داد تا پیش از سرگیری مذاکره‌ها در چهارچوب تفاهم نامه صلح مراسم ویدا و خاکسپاری را به انجام رسانند.
дар баробари мақомот инчунин миллионҳо сокини Эрон барои ширкат дар маросими видо мераванд ва барои онҳо мақомот нақлиёту ғизо ва меҳмонхонаҳои ройгон фароҳам карданд. Ба иттилои матбуоти давлатии Эрон, ҳайъатҳои Ҳамос, Ҳизбуллоҳ ва ҳусиҳо, гурӯҳҳои мусаллаҳи мавриди ҳимояти ҷумҳурии исломӣ аз саросари ховари миёна ҳам дар ин маросими суг иштирок карданд. амрико ва иттиҳоди аврупо ҳамосро созмони террористӣ меноманд. иёлоти муттаҳида ҳизбуллоҳро ташкилоти террористӣ меномад ва иттиҳоди аврупо танҳо қаноти низомии онро ба ин феҳрист шомил кардааст. маросими видо бо Алӣ Хоманаӣ 6 рӯз давом мекунад ва раҳбари пешини Эронро рӯзи 9 июл дар зодгоҳаш Машҳад ба хок месупоранд. در پی سخت شدن کار و زندگی در روسیه برخی از شهروندان تاجیکستان تلاش میکنند که برای زندگی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. روسیه که یک کشور اصلی مهاجرت برای شهروندان تاجیکستان بود، چند سال اخیر سیاستش را تغییر داده. مقاماتش مهاجران تاجیک را آزار و اذیت میدهند و از سالانه هزاران نفر آنها را از این کشور اخراج میکنند. همکارم طاهری سفر درباره یک مهاجر گزارش آماده کرده است که چند سال پیش به یک کشور اروپایی آمده کار پیدا کرده است. من پاتیک لاتویا اس گریبو дзиво он страдающий. محمد ظریف بیناکار است و در ساختمانی در شهر ریگا با کارگران لیتوانی و روس و بلاروس و ازبک همراه کار میکند. 8 سال پیش از تاجیکستان به لاتویا آمده است. Посмотри на объявление, чтобы в Латвии надо люди. در اعلان دیدم که در لاتویا به کارگر احتیاج دارند. آمدیم اینجا را انتخاب کردیم. اول با روادید، سپس بر اساس کار حق اقامت موقتی دادند. У нас дали ВНЖ. در این سالها محمد ظریف در گوشه‌های گوناگون لاتویا کار کرده است. راه و پل و زیربنیادهای دیگر ساخته و تعمیر کردند. اختصاصش از بیناکاری فرسخ‌ها دور است. شرق شناس است و در دانشگاه ملی تاجیکستان درس عربی داده است. من شرق شناسی فیلولوژی خواندم. همه چی خوب و عالی بود، ولی خواستم در خارج کار کنم، ببینم که مردمش چگونه کار و زندگی میکنند. برای همه شکر میگویم. خانواده محمد ظریف در تاجیکستان است. میگوید که سال 1 یا 2 بار رخصتی گرفته به تاجیکستان میرود. در وقت‌های خالی زبان لاتویایی می‌آموزد. اول معلم گرفتیم، بعد رفت و آمد کرده با دوستان و همکاران خود به خود یاد میگیریم. بر اساس آمار رسمی سال گذشته اداره مهاجرت لاتویا به 15,000 نفر حق اقامت موقتی داده است که به آنها امکان می‌دهد در این کشور بمانند و قانونی کار کنند. تعداد آنهایی که از کشورهای بیرون از اتحاد اروپا به لاتویا برای کار آمدند در 2 سال اخیر 20% زیاد شده است، به خصوص از ازبکستان، هند، بلاروس و تاجیکستان. مهاجران بیشتر در عرصه‌های بارکشی، نقلیات، ساختمان و رستوران‌ها کار می‌کنند. چرا شهروندان کشورهای سوم محض لاتویا را برای تحصیل، کار و زندگی انتخاب می‌کنند؟ سطح زندگی در لاتویا به قدر کافی بلند است. کرایه خانه و خرج روزانه نسبت به دیگر کشورهای اروپا به مراتب کمتر است. عین حال در حکومت لاتویا و هم در شهرداری ریگا حزب اتحاد ملی رهبری می‌کند که یک نیروی سیاسی راستگرایی محافظه‌کار است. محدود کردن مهاجرت از کشورهای سوم به لاتویا را یکی از هدف‌های اساسی خود اعلان کرده است. یانیس دومبراوا از این حزب که به تازگی وزیر امور داخلی لاتویا تعیین شده است، چند پیش موضوع مهاجرت از کشورهای سوم به لاتویا را چنین شرح داد. این در واقع پس از تهدیدهای احتمالی نظامی روسیه دومین تهدید بزرگ است. ما خودمان شرایط فراهم می‌آوریم که مهاجران از دیگر منطقه‌های جهان جای ما را بگیرند. سیاستمداران اتحاد ملی از آن اظهار نگرانی میکنند که به لاتویا مهاجران روس زبان و به گفته آنها نمایندگان فرهنگ و دین‌های بیگانه زیاد میآیند. آنها میخواهند معیارهای قبول دانشجویان خارجی در لاتویا سخت‌تر کرده شود. لیتوا را مثال میارند که به گفته سیاستمداران محافظه‌کار خارجیان را از کشورهای از نظر فرهنگی نزدیکتر جلب میکند. به فکر من ما باید به آسیای شرقی به فیلیپین توجه کنیم. اگر به جلب بیشتری کارگران خارجی نیاز باشد، بهتر است که آنها از کشورهای نباشند که در آنجا اسلام و زبان روسی برتری دارد. فیلیپینی ها عادتا زبان انگلیسی را خیلی خوب می‌دانند.
سازمان‌هایی که به همگرایی مهاجران کشورهای سوم مشغولند میگویند مؤسسه‌های تعلیمی و کارفرمایان در لاتویا برای منفعت‌های خود شده قانون‌های مهاجرت را زیر پا می‌کنند، اما سیاستمداران به جای راه ندادن به قانون شکنی‌ها با عاقبت‌های آن مبارزه می‌برند، مثلا با عملیات پلیس به ضد مهاجران. سال روان برای اولین بار در تاریخ ازبکستان صاحب استقلال منتخب فوتبال این کشور در قوازمایی‌های نهایی جام جهانی شرکت ورزید. صاحبکار و بلاگر شناخته ازبک عبدالرحمن فاضیلوف این دفعه نیز همراه با دسته فوتبال به این مسابقه سفر کرد. در صحبت با خبرنگار رویترز فاضیلوف گفته است که این جشنواره بزرگ ورزشی را برای ترغیب تمام منطقه آسیای مرکزی استفاده می‌برد. در این باره همکارم کیومرث سیاتا تفصیلاتی بیشتر دارد. عبدالرحمن فاضیلوف صاحبکار و چهره معروف در شبکه‌های اجتماعی ازبکستان با ماشینی پر از نشانه‌های جام جهانی فوتبال و پرچم‌های ازبکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در کوچه‌های شهر فیلادلفیا آمریکا سیر می‌کند. این ماشین هم وسیله نقلیاتی و هم ترغیباتی اوست. فاضیلوف می‌گوید که از ازبکستان تا بلژیک رفت و سپس ماشینش را به واسطه کشتی به ایالات متحده برد. سفری طولانی داشتم. من امریکا را دوست می دارم. من جام جهانی فوتبال را دوست می دارم. این بار اول نیست. سال 2014 به برزیل رفته بودم. سال 2018 با ماشین به روسیه سفر کرده جام جهانی را آنجا دیدم. سال 2022 جام جهانی قطر را هم تماشا کردم. آنجا مسافه نزدیک بود. روسیه همگی 3000 کیلومتر و قطر 7000 کیلومتر. سفر امریکا 17000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در تشکیل این سفر ظفربک نعمتوف و مظفر اونگبایف کمک کردند. هر دوی آنها ساکنان فیلادلفیا و از دوستان فاضیلوف می باشند. در دوام 45 روزی سفر او به جهان نه تنها پرچم ازبکستان بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان را هم به اهل عالم معرفی کرد. حالا مردم بیشتری با ازبکستان و آسیای مرکزی آشنایی دارند. برنامه عبدالرحمن فاضیلوف در فیلادلفیا با فوتبال محدود نبود. در یک لحظه آرامی که پیدا شد، او در مرکز شهر فیلادلفیا نزد مجسمه راکی قهرمان فیلم مشهور دوران شوروی رفته برای بینندگانش نوار تهیه کرد. haykal haqida qisqacha ma'lumot beraman. Demak, 1980-yil Rocky Balboa filmini suratga olish uchun عبدالرحمن فاضیلوف هر سه بازی تیم ازبکستان را که در شهرهای مکزیکوی مکزیک، هیوستون و اتلانتای آمریکا با ناکامی انجامیدند در ورزشگاه تماشا کرد. به قول او این تجربه بزرگ و آموزش است. وی باور دارد که این گونه سفرها برای معرفی کشورش و در عموم آسیای مرکزی سهم بزرگ خواهند داشت، زیرا به گفته او در کشورهای زیاد درباره ازبکستان مردم خبر ندارند. فاضیلوف امیدوار است که پیام صلح و دوستی او خوشپذیرایی می شود و مردم زیادی از کشورهای دیگر به دیدن وطن او هم میل پیدا می کنند. آنها میگویند کجاست ازبکستان؟ من میگویم که ازبکستان در آسیای مرکزی است. آرزویم این است که در هر کجای گویم که از ازبکستانم، مردم گوید که ما میدانیم ازبکستان در کجاست. فاضیلوف امیدوار است که پیام صلح و دوستی او خوشپذیرایی می شود و مردم زیادی از کشورهای دیگر به دیدن وطن او هم میل پیدا می کنند. حکومت تاجیکستان راضی شده است که با دریافت 100 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت از بانک جهانی در کشور اصلاحات اقتصادی گذراند. از جمله بهره تامین رقابت در کشور باید قانون علاهیده قبول شده برای همه صاحبکاران شرایط برابر کار فراهم شود.
اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگار شما باد.